با عرض سلام و وقت بخیر خدمت اساتید عزیز و حضار گرامی. الان در پنل ارزش افزوده فیزیسیست MRI در مراکز تصویر برداری در خدمت اساتید عزیز جناب آقای دکتر حسین قناعتی، جناب آقای دکتر محمدعلی عقابیان، جناب آقای دکتر حمیدرضا سلیقه‌راد و جناب آقای وحید شهمایی هستیم. ریاست پنل با آقای دکتر قناعتی هستند و مدیریتور پنل جناب آقای دکتر سلیقه‌راد میباشند. برای شروع پنل از دکتر سلیقه‌راد تقاضا دارم که تشریف بیارن، مقدمه ای رو عرض بکنن و سخنرانیشون رو ارائه بدن. خب با سلام، عصر بخیر خدمت همه دوستان، حضار محترم، پنلیست های محترم و با کسب اجازه از اساتید. پنل ارزش افزوده فیزیسیست تصویربرداری MRI برای مرکز تصویربرداری رو شروع میکنم. در این پنل که در واقع بعد از پنل QC دیروز به صورت خیلی دامنه‌دار تقاضاش رو من از دوستان میشنیدم، در واقع خیلی از رادیولوژیست های محترمی که در جلسه دیروز بودن یا به نوعی شنیده بودن عنوان میکردن که حالا ما میدونیم که چرا مثلا فرض کن یه سری تصاویر ایراد داره. بهشون میگفتیم که خب ترکیب به اصطلاح اون فرآیند QC و QA و تکمیلش با فردی به نام فیزیسیست در مراکز انجام میشه به طوری که بتونه ورکفلوی بالینی MRI رو تکمیل بکنه. پس در واقع دنبال فرایندی هستیم که بتونیم در مراکز تصویربرداری MRI بحث ایجاد تکنیک ها برای استفاده بالینی رو دنبال بکنیم. خب فیزیست کیه؟ اصولا فیزیست فردی است که فردی است که در واقع با اکسپرتیز در مهندسی پزشکی، فیزیک پزشکی، کامپیوتر ساینس، ایمیج ساینس، دیتا ساینس، متماتیکس یا استاتیستیکس یا ترکیبی از اینها، اصولا فردی که با درجه دکترا از به اصطلاح یک رشته مرتبط با NMR MRI و حداقل 3 سال سابقه داکیومنتد در کلینیکال MRI انوایرمنت باشه. خب این تعریف کتابی. حالا ببینیم در واقع دنبال چی هستیم اصلا. در فرایند کلینیک ما با پزشک یا رادیولوژیستی سر و کار داریم که دنبال جواب به مشکل بالینیش هست در همون لحظه و با هر دیتایی که مورد در واقع دم دستش باشه. شاید این دیتا لزوما دیتای کافی نباشه. خیلی اوقات یک کلینیشن با اون چیزی که دم دستشه باید کار بکنه و به نتیجه برسه. پس هر اطلاعاتی بهش کمک میکنه. فیزیسیست کیه؟ چه شخصیتیه؟ کسیه که در واقع میاد صورت مسئله رو شروع میکنه بررسی کردن، برمیداره میبره تو مرکز تحقیقات و شروع میکنه براش راه حل ساختن. بد تو د بد ساید، فیزیسیست در واقع بد ساید میشینه و کلینیشن در واقع ساید بد میشینه، در واقع بنچ تو د بد ساید. فیزیسیست رو بنچ میشینه، یعنی جایی که در واقع داره تحقیق میکنه، و کلینیشن کنار بالین بیمار میشینه و فاصله این دوتا خیلی زیاده. حالا متاسفانه یا خوشبختانه فاصلهش خیلی زیاده و برای اینکه این دو آیدنتیتی، این دو هویت بتونن در واقع مؤثر واقع بشن، باید بتونن میوچوال لنگویج داشته باشن، چیزی که در کشور ما ضعیفه و به خاطر همین این جایگاه لزوما به این شیوه تعریف نشده. خب بریم جلو ببینیم که چه اتفاقی باید رقم بزنیم. یه مثالی رو با هم دیگه نگاه میکنیم و خیلی بحثا برام باز میشه. من مثال روی برین تومور رو آوردم که در واقع تطابق هم داشته باشه با بحثایی که آقای دکتر قناعتی رو قسمت ادوانس ایمیجینگ از برین تومور میدن.
از کانونشنال ام‌آرآی چی به ما میده؟ کانونشنال ام‌آرآی یه T2 فلر داره، یه T1 داره، T1 با کانترست داره و هر کدوم یه ایندیکیشن داره. T2 فلر که به هر در واقع پاتوژنیک اریایی برایت میشه و سیگنال میده، شدیداً سنسیتیو ولی لک آف اسپسیفیسیتی خیلی بالا داره. و کانترست انهانس T1 مفصل‌تر جلوتر میگم، اساساً خیلی سنسیتیو به خود لیژن نیست. در واقع جایی که ما لیکج ماده حاجب رو توی به اصطلاح در واقع بین بافت داریم، کانترست انهانس T1 داره روشن میشه. پس اساسی ترین مشکل کانونشنال ام‌آرآی مشکل اسپسیفیسیتی هست. باید بالاخره به شیوه حلش بکنیم. بیایم دو تا چیز ببینیم، دو تا مثال ببینیم. دو تا مثال رو با هم دیگه میبینیم و احتمال ایجاد تومور گرید میسکلاسیفیکیشن. های گرید، روی های گرید 65% سنسیتیویتی، 95% اسپسیفیسیتی. روی لو گرید تقریبا half لو گرید به اصطلاح درست کلاسیفای میشه و 1/3 نان انهانسینگ تومورها مالیگننت هستن. 1/3 نان انهانسینگ تومورها هم مالیگننت هستن. یعنی در واقع اون تینکینگ بدوی که ما از انهانسمنت داریم واقعا لزوما درست نیست. مثال سمت چپ، یک فیمیل 20 ساله بایوپسی پروفد های گرید ولی انهانسمنت و کانترست انهانس نداره، مینیمال ادم داره، نکروز نداره و مس افکت رو T2 نداره. میتونه میس کلاسیفای بشه. میل 43 ساله بایوپسی پروفد لو گرید گلایوما ولی انهانسمنت داره رو کانترست انهانس و در واقع این لو گرید میتونه اشتباهاً های گرید خونده بشه. پس باید تکنیکی رو اضافه کنیم که بتونه به اصطلاح کلینیشن کمک کنه. ببینیم فیزیست چی میتونه اضافه بکنه به کانونشنال ام‌آرآی. پس اول ببینیم اون کانترست انهانسد ام‌آرآی یا پست کانترست ام‌آرآی اصلا چی به ما میداده. پست کانترست ام‌آرآی اساساً در شرایطی که آنژیوژنسیس به خاطر پرمیبل وسل ها در واقع ایجاد شده، لیکی وسل ایجاد شده، ماده حاجبی که از اونجا میرزه بیرون رو میبینه. پس لزوماً پرفیوژن خون رو نمیبینه. پرفیوژن خونی که قراره از اینتکت وسل رد بشه بره یا نان اینتکت وسل که در واقع میتونه با دی سی کاملا پرمیابیلیتیش کوانتیفای بشه. پس ما اسپسیفیک نیستیم به تومور، بلکه به چی اسپسیفیکیم؟ به کانترست ایجنتی که لیک اوت کرده از لیکی وسل و در واقع واتر پروتون ها رو تحت تاثیر قرار داده. پس چی رو داریم میبینیم؟ ماده حاجب رو داریم میبینیم که از لیکی وسل ریخته بیرون. آیا تومور رو داریم میبینیم؟ نه. خیلی تومورها هستن در ابتدای شروع حرکتشونن، اینتکت وسل دارن و کانترست انهانس نشونشون نمیده ولی پرفیوژن شدیداً نشونشون میده. میتونه در واقع تریتمنت انجام شده باشه، تومور در مسیر رگرشن باشه ولی کانترست انهانس شدیداً برایت باشه در صورتی که پرفیوژنش 0 باشه. یعنی هیچ پروفلریشنی به خاطر تومور دیده نشه. خب این تکنیک رو باید چطوری درستش کنیم؟ باید فردی باشه که در واقع تکنیک برای ما درست کنه، بذار جلوی رادیولوژیست که رادیولوژیست تشخیص درست کار خودش رو بده. این لید میکنه ما رو به این پدیده که سودو پروگرشن و سودو رگرشن داریم. من هدفم آموزش سودو پروگرشن نیست. هدفم اینه که بگم یه پرابلمی ایجاد میشه به نام سودو پروگرشن که باید یه راه حل براش پیدا کنیم. یا در واقع سودو ریسپانس. خب در فاز اول برای اینکه همین تصاویر کانترست انهانسی که میدونیم انقدر مشکل داره بتونیم ببینیم، ساده ترین کاری که فیزیست میتونه انجام بده چیه؟ یه تصویر سابترکت درست کنه قبل از کانترست و بعد از کانترست، بعدش رو منهای قبلش بکنه و در واقع حداقل نشون بده که کجا دقیقاً ماده حاجبه هست که باز میسلیدینگ به خاطر برایت اریا تو بقیه مناطق ایمیج رخ نده. که اینجا یه مثالش رو میبینیم، در واقع فلر T1 با کانترست و تصویر دیفرنس رو میبینیم. خب
راجب نان انهانسینگ تومورا چی کار بکنیم؟ اینجا مشکل بیشتر میشه. بین 14 تا 45% های گرید گلایوما انهانس نمیکنه که اوریجش گفتیم 1/3 و بیشتر از 80% لو گرید ها انهانس نمیکنه، یعنی 20% اینجا باز در واقع با اون منتالیتی ما نمیخونه. در صورتی که خانواده T2 به هر پاتوژنیک اریایی به اصطلاح برایت سیگنال میده و روشن میشه. پس از T2 استفاده نکنیم، بیایم از یکی دیگه از اعضای خانواده T2 استفاده کنیم به نام مپ T2. مطالعه شده با اسپسیفیسیتی بالا و اکورسی بالا، به نظر میاد که در واقع مناطق تومورس رو مپ T2 به صورت کوانتیتیتیو با اعدادی که مشخص میکنه میتونه برای ما جدا سازی بکنه. عدد T2 رو بافت نرمال کمتر از بافت تومور و کمتر از بافت ادم و نان انهانسینگ تومور توی 1.5 تسلا T2 ایفکتیوش در یه رنج مشخصیه. پس یک ماشین هوش مصنوعی خیلی ساده میتونه اینجا یه مپی درست بکنه شبیه صحبتی که آقای دکتر علی نبوی زاده کرد و یک کد مانندی درست کنه که یه هینت خیلی جدی به رادیولوژیست بده. اینو کی درست میکنه این ماشینو؟ یه ماشینیه که در واقع باید T2 فیتینگ رو انجام بده. به اصطلاح یه هوش مصنوعی خیلی خیلی ساده، حالا در حد ترشولدینگه ولی میتونه پیچیده‌تر باشه. این مثال خیلی ساده است که اینجا 85% سنسیتیویتی و 70% اسپسیفیسیتی داره برای تومورس اریا. خب وضعیت از کانونشنال ام‌آرآی خیلی بهتر شد. به نظر میاد ادوانس سیکوئنس ها میتونن اینجا بیشتر کمک کنن. برگردیم به مثال فیمیل 20 ساله بایوپسی پروفد های گرید که انهانسمنت در کانتراست انهانس T1 نداشت. با یک پرفیوژن یا یک اسپکتروسکوپی حتما میتونیم متوجه بشیم که این یه های گرید تومور بوده. و برگردیم به کیس قبلی 43 ساله میل بایوپسی پروف لو گرید که اینجا هم باز هم پرفیوژن هم امارس به صورت اسپسیفیک هر کدومشون باز میتونن این کیس رو به درستی تشخیص بدن. پس فیزیست در واقع میتونه فرایند دیفیوژن، پرفیوژن و ادوانس سیکوئنس ها رو انجام بده که آقای دکتر قناعتی روی ادوانس سیکوئنس ها مفصل صحبت میکنم، ازش رد میشم. من یه مقدار دیگه تاچ میخوام بکنم رو مالتی پارامتریک. حالا فرض کنید من مجموعه کانونشنال دارم و ادوانس سیکوئنس ها رو دارم. میخوام اینا رو به صورت بهینه با هم ترکیب بکنم. الان دیگه بحثای در واقع رادیومیکس و هوش مصنوعی خیلی در واقع مفهومه برای ما و در واقع انتظار داریم از فیزیست این کار رو در سیکوئنس های ام‌آرآی و در مدالیت های دیگه‌ای که شاید لازم بشه بتونه برای ما انجام بده. پس من در واقع بحثم رو بیام جمع‌بندی بکنم. فیزیسیست یکی از در واقع رأس‌های یه مثلثی است که پزشکی ام‌آرآی رو شکل میده. در پزشکی ام‌آرآی کلینیشن باید بگه من چی نیاز دارم. ما امروز بحث در واقع اووریان مس رو داشتیم، اندومتریال کنسر رو داشتیم، دیروز برین تومور رو داشتیم، لیور کنسر رو داشتیم. تو همشون کلینیشن رو دعوت کردیم. کلینیشن اومد گفت من چی نیاز دارم از تصویر. قبل از اینکه کلینیشن بگه من چی نیاز دارم، ما چجوری میتونیم به نیازش پاسخ بدیم؟ پس اون فرد باید بیاد بگه من چی نیاز دارم. پس این رأس اول مثلث. رادیولوژیست رادیولوژیکال ساینس رو میدونه. قراره که در واقع از روی تصویر پاسخ نیازهای کلینیشن رو بده. به شرطی که تصویر صحیح باشه. به شرطی که اون تکنیک صحیح برای کلینیک قبلا توسعه پیدا کرده باشه. وگرنه 100% دچار مشکل میشیم. ما در بحث اووری و اندومتریال همین امروز صبح شکایت زیادی از کلینیشن های هم در واقع آنکولوژیست جراح هم رادیولوژیست داشتیم که صریحا میگفتن تصاویر دیفیوژن به درد نمیخوره. ما نمیتونیم باش کار کنیم. وقتی که نمیتونن کار کنن خب نمیتونن ببیننش، نمیتونن تشخیص بدن. خیلی واضحه. و رأس سوم این ماجرا که یه جورایی تو کشور ما میسینگ هست و افرادی خودجوش رفتن، حالا یا در لول در واقع واقعا فیزیسیست مثل دکتر عقابیان یا در لول کارشناسانی که هوشمندانه مسیر رو طی کردن مثل آقای شهمایی، رفتن و سعی کردن گپ ها رو پر بکنن. ولی این مسئله هنوز با فیزیست مقیم تو مراکز خیلی فرق میکنه
کسی که تسک‌های بسیار متنوعی داره که به اصطلاح یکیش بحث توسعه این تکنیک هست و یکیش رو دیروز خیلی مفصل صحبت کردیم، بحث QC در مراکز تصویربرداری هست و به این شیوه در واقع ما انتظار داریم که این مثلث تکمیل بشه و بحثی که در واقع امروز دنبال کردیم برای توسعه تکنیک توی کلینیک یک کانتینیوم مشخص داره، یک مسیر، یک فلوی مشخصی داره که این سه آیدنتیتی، این سه هویت شروع میکنن با همدیگه کار کردن از اول تا آخر و در توسعه تکنیک میبینیم فیزیسیست ابتدای قضیه پررنگتره چون باید بیاد به اصطلاح تکنیک ایجاد کنه، نمیدونم صورت مسئله حل کنه، ماده دیفرانسیل حل کنه، بالاخره مسائل ریاضی و آمار و این چیزا رو حل کنه و بعد رادیولوژیست از یه مقدار جلوتر پررنگ میشه و در نهایت اون کلینیشنه که به اصطلاح افیکسی اون تکنیک رو حتما تو کلینیک میبینه، آمار میده و بعد این حلقه تکرار میشه و این فیدبک بسته میشه که ما به یک سولوشن اپتیمال برسیم به جای ساب اپتیمال. پس در واقع به عنوان کانکلوژن فیزیسیست اون فردیه که تو مرکز تصویر برای ام‌آرآی باید باشه، فیزیکال ساینس رو میشناسه، تا حد زیادی دیتا ساینس رو میشناسه و تلاش میکنه که برای سیکونس های موجود بهترین فرایند پارامتری و کاربردی و برای اون چیزی که نمیدونیم به اصطلاح با کانداکت کردن ریسرچ تکنیک های جدیدی رو ایجاد بکنه. متشکرم از توجه شما. پس ببینید ادامه بحثمون در واقع روی ادوانس سیکونس ها میخوایم کار کنیم. آقای دکتر قناعتی که رادیولوژیست هستند روی این مسئله، روی اینکه در واقع چه اپلیکیشن هایی با ادوانس ایمیجینگ داریم و فیزیست چگونه میتونه اینها رو جاستیفای کنه توضیحاتی برامون میده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از بخیر همکارای عزیز و با اجازه از همکارای پنل شروع میکنم بحثم. و خب ببینید دوستان، ما مشکلمون در ایمیجینگ اینه که خب ام‌آرآی ما رو تا جای رسیده تومورها رو تشخیص میده، نمیدونم نشون میده، انهانسمنتش نشون میده، اما ما یه سوالاتی داریم. ما میخوایم گریدینگ رو بدونیم. گریدینگ برای دوستانی که دانشجوی غیر پزشکی هستن توضیح میدم. یعنی اینکه این تومور چقدر بدخیمه، خیلی مهمه. هم آینده مریض رو مشخص کنه، هم نوع درمان رو، استراتژی رو عوض میکنه. بنابراین مهمه بدونیم. میخواد یه جای نکروتیک رو که آبسه، متاستاز و یا گلایوما از هم افتراق بده. بازم اینا اپروچش فرق داره. آبسه مغز باید جراحی کنن، تخلیه کنن، ولی مثلا یه متاستاز رو لزوما نمیخواد جراحی بکنن. مثلا بعد بره رادیوتراپی یا کار دیگه انجام بشه. بتونه بین یک مالیگنان گلایوما و متاستاز افتراق بده. بازم درمان این دو تا متفاوت، گلایوما رو میشه جراحی کرد ولی متاستاز رو معمولا جراحی نمیکنن. و همچنین بتونه از رادیو نکروزیس در مقابل تومور ریکارنس به ما اطلاع بده. رادیو نکروزیس یعنی میزان نکروز و از بین رفتن بافت ناشی از رادیوتراپی که هیچ درمانی نمیخواد ولی شبیه توموره. ولی تو ریکارنس یعنی تومور عود کرده، اونجا باید سریع برای مریض درمان انجام بشه. بنابراین این هم مهمه که جواب داده بشه. خب همونطور که عرض کردم برای این کار روش‌هایی ابداع شد و اضافه شد به ام‌آرآی که DWI یا دیفیوژن ویتد ایمیجینگ است، پرفیوژن ویتد ایمیجینگ است و MR اسپکتروسکوپی.
DWI میتونه به ما کمک کنه که گلایه ما از لنفوم افتراق بدیم، کمک کنه که نکروز ناشی از تومور رو حالا چه گلایوم چه متاستاز رو از آبسه افتراق بدیم. حتی ضایعات خوشخیم رو هم میتونه کمک کنه که طبقه بندی کنیم، مثلا آراکنوید سیست رو از اپیدرموید سیست افتراق بده. برای مثال اینجا این کیسی که میبینید شما یه توده‌ای رو میبینید، اینجا یه توده‌ای رو میبینید توی سمت راست و در عمق لوب تمپورال مجاور پایک مغزی و میبینید که در DWI به قول معروف بالا هست و سلاریته بالا داره و این به نفع یک لیمفوم هست. یا مثلا فرض کنید اینجا یه توده رو می‌بینید که انهانسمنت خیلی زیادی رو داره. آیا موندید که این یک لیمفوم، یک گلایومه، ولی بعد در DWI که نگاه میکنید وقتی ببینید بالا هست به نفع این هستش که یک لیمفوم، یک گلایوم همچین نمایی رو نداره. برای اینکه آبسه رو از تومور نکروتیک تشخیص بدید اینجا نگاه کنید تو عکس ام‌آرآی کانونشنال با تزریق فرض کنید یک زایه سیستیک میبینید با جداره‌ای که انهانس شده، میشه این سیستیک لیژن و با انهانسینگ وال. این تعبیر رادیولوژیک این یافته هست، درسته؟ حالا از شما سوال می‌کنن که این چیه بالاخره؟ آبسه است، تومور نکروز، متاستاز نکروز. میایم به DWI نگاه می‌کنیم. وقتی تو DWI های باشه به نفع چی هستش؟ کامپوننت غلیظ پرسلول که به نفع آبسه هستش. یه آبسه دیگه است، ملاحظه می‌کنید که در تیوان با تزریق ادم داره، جداره انهانسینگ داره، کیست داره وسطش، زایه سیستیک داره یا نکروتیک داره و این تیتوش هست و بعد ببینید که در DWI های، بنابراین هم باز یک آبسه در نظر گرفته میشه. اما این یکی چیه؟ نه، این یکی علاوه تیوان با تزریق شبیه همین قبلیه، نگاه کنید شبیه اینه. خب اما وقتی میای نگاه میکنید اینجا در DWI دیگه در درونش چی؟ سیگنال بالا نمیبینید مثل اینجا. این سیگنال بالا داره، این نداره. بنابراین میگین که چی؟ اینجا احتمال بیشتر تومور مطرحه. بنابراین این کمکی که DWI میتونه به ما بکنه. یا با عدد ADC ما میتونیم گریدینگ تومورها رو ببینیم و همچنین اینا که ما و حتی با کمک این عدد و ارقام به صورت کمی بیایم بگیم که این تومور چقدر بدخیمه یا یه توموری رو مشخص کردیم، 2 جلسه رادیوتراپی کردیم، میایم یه دونه ADC میگیریم، عددش رو در میاریم، تغییر عدد رو میبینیم و بعد میگیم که اوکی این تومور به این درمان خیلی خوب جواب داده، ادامه بدیم. این تومور به این درمان جواب نداده، ولش کنیم دیگه، مریض رو نبریم تا 20 جلسه رادیوتراپی تمام عوارض رادیوتراپی روش تحمیل کنیم. بنابراین این یکی از کاربردهای خوب ADC هستش که اینجا داره نشون میده اعداد و ارقامی که مثلا میشه بین مننژوم بدخیم و خوشخیم رو با کمک ADC و DWI افتراق بدیم که معمولا در DWI مننژوم بدخیم سلاریته بیشتری داره و های دیده میشه و ADC هم عددش پایین تر هستش. خب DWI چی هستش؟ خیلی ساده است دیگه، میدونیم که حرکت براونی مولکول آبه و وقتی که سلاریتی بالا بره این حرکت کند میشه. بنابراین DWI که روشی که تصویر برداریش به گونه‌ای تنظیم شده که آب کند رو بهتر تصویر برداری می‌کنه و سیگنال بالاتری ازش میگیره، میتونه به صورت بالا نشون بده و این هم بعضی از کاربردهای دیگه، خیلی کاربردهای وسیع داره. مثلا سکته مغزی، ما سکته مغزی رو در روش‌های کانونشنال MRI حداقل 4 تا 6 ساعت بعد میتونیم دیتکت کنیم، ولی با روش DWI چند دقیقه بعد از وقوع سکته میتونیم مشخص کنیم. اهمیت این کار در چیه؟ ما در سکته مغزی امروز روش‌هایی داریم که میشه لختر از کله مریض بیرون کشید، یا مثلا بریم با RTPA ریکامبنت تیشو پلاسمینیشن اکتیویتور لختر رو از بین ببریم و مریض رو واقعا از بحران در بیاریم. بنابراین اگه بتونیم با DWI زود مشخص کنیم میتونیم به اون جواب برسیم. و خیلی از کارهای دیگه‌ای که هست، من چون وقت کمه رد میشم. شما ملاحظه میکنید تنظیماتی که باید رو تی آر و تی انجام بشه تا یک DWI خوب در بیاد خیلی دقیقه. بنابراین لازمه که
فیزیسیست کنارتون باشه، یا مثلا ایدی کارنتی که ممکنه ایجاد اشکال کنه که اینم روش‌های اصلاحش، حالا سلف شیلد یا کالیبریتد فانتوم و کار دیگه که هستش، یا تکرار در محور ایکس و وای زد، اینا باعث میشه که بتونیم ایدی کارنت رو که موجب جابجایی تصویر میشه رو اصلاح کنیم. اینا همه نیازمند فیزیسیسته. یا مثلا مسائلی مثل موشن آرتیفکت و اوور استیمیشن رو که بر روش‌های اصلاحیش که اینجا نوشته شده، اینها همه نیازمند به اینه که فیزیسیست کنار ما باشه. یا اردون تی تو شاین ترو که اینم باز هم وجودش و هم به قول معروف اصلاحش نیازمند اینه که کامنت های فیزیسیست کنار کلینیسی هم باشه. بنابراین این یه مطلبی که باید ما مد نظر داشت. در تا پرفیوژن ایمیجینگ، خب ما میدونیم که انهانسمنت در MRI با یا پرفیوژن ایمیجینگ یا عرض به حضور میزان واسکولاریتی که به بیان، یا بهترش رو بگیم میزان خونی که در واحد زمان از حجم معینی از بافت مغز یا هر بافت دیگه عبور میکنه کاملا متفاوته. برای همینه که توی پرفیوژن یه نقطه انتری میگیریم، یعنی یه آرتری، یه ورید هم میگیریم خروجی و بر اساس اون میایم زمان ورود ماده کنتراست رو مشخص میکنیم، پیک رو مشخص کنیم، خروج رو مشخص کنیم و بر اساس اون میتونیم تایم آف ارایوال که همون تی زیرومون هست، تایم تو پیک رو سی بی وی یا میزان حجم خون که این حجم زیر منحنی هستش، این میشه سی بی وی ما، MTT مین ترانزیت تایم و همچنین CBF رو که CBV بخش بر MTT هست رو محاسبه کنیم و این کاربردهای خوب رو به دست بیاریم. ببینید یه تومور اینجا هستش، مننژیوم هست اتفاقا، اینم دورال تیل ساینه که مشخصه مننژیومه که روی دورا یک انهانسمنتی از ناشری انفیلتریشن سل‌های مننژیال. میخوایم ببینیم خوشخیمه یا بدخیمه. خب یه پرفیوژن کاملا به ما اینجا نشون میده که این بسیار گرید بالایی داره و سلاریتش خیلی بالاست، بدخیمه. این عینکم امروز با ما بازی در آورد. طرح من در آوردی خودم با تیکه پلاستیک درستش کردیم. خب ببینید در تو تومورها به خاطر این فرمول، یعنی اینکه ما خون میاد چیکار میکنه؟ اکسیژن و نوترینت میاره و وقتی که ما تومور داشته باشیم چیکار میکنه؟ چون فاصله‌ای که دیفیوژن مواد شامل قند و اکسیژن میتونه انجام برای تبادل هستش، فاصله مشخصی 1 تا 2 میلیمتر مکعب بیشتر نباید مثلا فاصله باشه. بنابراین وقتی که تومور داره به سرعت رشد میکنه مجبوره هی چیکار کنه؟ هی رگ اضافه کنه. به بیانی میزان خونی که در واحد زمان از حجم معینی از بافت میگذره یا پرفیوژن چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. هر چی این واسکولاریته بالاتر باشه یعنی تومور چیه؟ بدخیمتره و گریدش چیه؟ بالاتره. بنابراین این کاملا با انهانسمنت فرق داره، همون که استاد نشون دادن. من چند تا کیس نشون میدم. مثلا شما نگاه کنید تو اینجا انهانسمنت این تومور بالا و این تومور پایین تقریبا با هم چیه؟ یکسانه. اما این یک گلیابلاستوم، اینجا نگاه کنید یک گلیابلاستوم به قول معروف های گرید هستش و این یکی گلیابلاستوم چیه؟ لو گرید هستش، به خاطر اینکه میزان پرفیوژنش کمه. مثلا این زایه رو ما اینجا میبینیم تو لوب فرونتال. آیا این یه تومور لو گرید یا های گرید؟ پرفیوژن میکنیم ببینیم میزان پرفیوژن پایین هستش، بنابراین چی میشه؟ لو گرید آستروسایتوماست. طول عمر مریض بیشتره، ناحیه فرونتال خیلی راحت جراح میگیم آقا برو ریزکتش کن، مریضم خوب میشه و میره دنبال کار زندگیش. این چیه؟ این یه مریضی که تو T2 ادم زیادی داره، یه انهانسمنت داره، نمای تومور میخوره که و شیفت داره. اینا نمایی که نشون میده که تومور های گریده. بله های گریده، پرفیوژن رو تایید کرده. بنابراین بله نسبتی هست بین یافتهای MRI کانونشنال و پرفیوژن. اما این چی؟ استاد اینو نشون دادن. نگاه کنین یه دونه منطقه که ادمش خیلی زیاد نیست، اینجا توی تزریق کنتراست انهانسمنت آنچنانی نشون نداده، اما وقتی توی پرفیوژن ایمیجینگ می‌بینیم کاملا های هستش میزان پرفیوژن و بعدم می‌بینیم که نسبت کولین به NAA خیلی بالا هست. بنابراین تایید میشه که تومور چی هستش؟ های گرید تومور هستش و واقعا
حالا شما عدد گفتین توی بعضی مقالات بندم 40% میس مچ وجود داره بین اطلاعات پرفیوژن و اطلاعات انهانسمنت که اینا رو باید مد نظر داشت. یک مثال دیگه هست که اینجا می‌بینید که خیلی انهانس شده ولی اینجا هیچ پرفیوژنی نداره، بنابراین یه لو گرید تومور رو باش مواجه هستیم. همچنین میتونه بین متاستاز و گلایوم مالیگنانت رو افتراق بده. در گلایوبلاستوما معمولاً در ادم اطراف تومور سلول‌های سرطانی چی وجود دارند و اینو میشه با پرفیوژن دید. یعنی اگه یه جا شک کنید که آقا من یه همچین چیزی دیدم، یه تومور اینتراآکزیال با ادم وازوژنیک اطرافش، دو جور ادم داریم دیگه، سایتوژنیک ادما و وازوژنیک ادما. یه ادم وازوژنیک داریم و میگیم که خیلی خب حالا این چیه؟ آیا گلایوما هستش یا متاستازه؟ چه ارزشی داری؟ من اول صحبتام اشاره کردم اگه گلایوما باشه بیشتر دستمون به جراحی میره تا متاستاز. متاستازها معمولا وقتی به مغز بزنن دیگه از ارگانایی مثل برست یا جای دیگه مریض میره برای درمانای کانزرواتیو و نگهدارنده، چون معمولا قابل جراحی نیستن. این خیلی مهمه. بنابراین توی ادم ناشی از عرض به حضورتون ناشی از گلایوما های هست ولی تو ادم ناشی از متاستاز لو هست که یعنی سلولاریتی وجود نداره. این کمکی که میکنه. من ردشم که برسم. خب این مریضی که بعد از رادیوتراپی مراجعه کرده، ادم انهانسمنت نودولار، آیا این یک رکارنسه؟ یعنی علیرغم که ما رادیوتراپی کردیم تومور عود کرده، یا ریمننته یعنی تومور باقی مونده، یا اینکه نه واقعا یک پست رادییشن چنجز هست و اسکار ناشی از رادییشنه که اون هم انهانسمنت داره، یعنی میتونه اسکار هم دقیقاً همینجوری بشه. میریم با پرفیوژن نگاه میکنیم و تفاوت رو که میبینیم که نه این یک چی هستش، مالیگنانت پرفیوژن هستش، یعنی اینجا واقعا پرفیوژن بالا هست اون نودولاریته و این یعنی اینکه اونجا تومور عود کرده. حالا این یکی چی؟ اینجا هم داریم میبینیم بعد از رادیوتراپی انهانس هم شده، اما وقتی که سی بی بیش نگاه میکنیم نگاتیو هست. ببینید چقدر انهانسمنت حسابی هم داره، ادم هم داره، شیفت هم داره. یعنی آدم اینو به شک میندازه که این نکنه این توموره. سی بی بی نگاتیو بوده، با این حال بیوپسی هم کردن و نکروز بوده، یعنی اینکه هیچ توموری وجود نداره. بنابراین نیاز نیست این مریض بره باز دوباره تو دردسر بیفته، بره رادیوتراپی اضافه بشه و عوارض رادیوتراپی رو بخوره. قبلا این مریض ما میفرستادیم رادیوتراپی قبل از اینکه پرفیوژن بیاد، میگفتیم آقا این اوده و برو رادیوتراپی، در حالی که با کمک سی بی بی میتونیم با دقت بیشتری مریضامون رو ریکروت کنیم، هزینه هامون هم بیاریم پایین. من یک از نکته‌ای که همینجا میخوام اشاره کنم اینه که به کارگیری صحیح ایمیجینگ باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان میشه. ما در اقتصاد سلامت که مهمه، ببینید دوستان عزیز، مرتب هر روز داره یه روش‌های جدیدی میاد. اگه ما بخوایم بگیم دیمی کار کنیم، همه رو بفرست بره آقا قدم آزمایش خون بده، 300 تا آزمایش خون بنویس براش، یه ام آر آی از سر تا کله، از کله تا کف پا بنویس، نمیدونم همه کاری بکنیم که بفهمیم که مریض چیزی آدم سالم یا نه، که هنر نیستش. که ما باید یاد بگیریم که از روش‌های نوینمون بهینه استفاده کنیم و اگه ما خوب بلد باشیم میتونیم این کار صرفه‌جوییه. این کار یعنی پرفیوژن ایمیجینگ ممکن اصلا نمیدونم چقدر $500 $1000 تو خارج هزینه بشه، ولی جلوی $30,000 پول اضافی که برای درمانی که به دردم نمیخوره میگیره. من این دارم رد شم چون دیگه فکر کنم وقتم دیگه داره تموم میشه. خب باز هم میبینید که در زمینه پرفیوژن تکنیک تمام این روش ها نیازمند به حضور فیزیسیست هستش، هم برای اینکه مثلا بخوایم چه میدونم از کنتراست ایجنت دوزش رو بخوایم مشخص کنیم، ایفکتس آف پرلود و نمیدونم پست پروسسینگ و تمام این کارها نیازمند به اینه که فیزیسیست محترم بیاد و دقیقاً کمک کنه که این کارها درست انجام بشه. در تا فانکشنال ام آر هم به همین ترتیبه. ما میدونیم که حالا من فرصت نشد در این مورد اسلایدهای بیشتری بذارم، اپلیکیشن هاشو میدونیم واقعا، برای اینکه اون الکوئنت کورتکس کجا هست، چقدر زایه با الکوئنت کورتکس فاصله داره، آیا تومور دوره، آیا مجاوره، آیا رشته های ما داخل تومور هست. اینا خیلی مهمه که کمک کنه که ما جراحی رو کنار بذاریم یا جراحی با خیال راحت بکنیم و هم تو رضایت گرفتن از مریض هم مسائل لگال اینا کمک میکنه که خیلی از
مسائل مختلف است که شما می‌دونین میتونه کمک کنه به پلنینگ جراحی و اینا رو شما بهتر از من بلدین. و برای این کار پارامتریک مپی که میخواین انجام بدین روش‌هایی وجود داره که اینا رو مربوط به خودتون هست، مثل گوسین رندوم فیلد تئوری و این حرفا که کارهای خودتون است و باید اینها انجام بشه. و کوریجستریشن دیتا خیلی مهمه. اینا تمام نیازمنده به اینه که فیزیسیست و رادیولوژیست با هم همکاری کنن تا بشه همچین کارهای خوبی انجام بشه. یا ام‌آر اسپکتروسکوپی که عبارت از این که ما بیایم غلظت مواد مختلف رو، متابولیت‌های مختلف رو در مغز بر اساس منحنی که داره مشخص کنیم و این خیلی کمک میکنه. همونطور که دیدیم توی کیس نشون دادیم تومور رو از تومور میمیک یا شبیه به تومور افتراق بدیم، متاستاز رو مشخص کنیم، بیماری‌های دیمیلینیتینگ، لیمفوم، اینفکشن و سایر مسائلی که وجود داره در تشخیص کمک‌های ادوانس رو به ما بکنه. خب شیمینگ این کار و منحنی درست به دست آوردن نیازمنده به کارهای ریدول، حذف منحنی آب، اینا همه کمکیه که باید فیزیسیست انجام بده. و من جمع‌بندی کنم، به نظر میرسه که آینده، من بارها اینو گفتم تو افتتاحیه هم گفتم، آینده ایمیجینگ در دست ام‌آریستا باشه و MRI همه چیز رو بایپاس خواهد کرد. هم اوایلبل خواهد بود، همین که میتونه تکنیکای MRI خیلی از مسائل رو دقیق برای ما نشون بده. بنابراین ما هم سیاستمون این هستش که از ریسرچ های MRI حمایت کنیم. حالا دو تا از اساتید بزرگ MRI، استاد عقابیان و استاد سلیقه راد و دوست عزیزمون آقای شهمایی اینجا تشریف دارم. من وحید شهمایی رو دیده بودمشون، ولی خب چهره‌تا یاد داشتم تو دورهایی که پیش ما بیمارستان امام می‌بردم، ولی فامیلشون یادم رفت. به هر حال ما تو مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی که انشاءالله داره تبدیل پژوهش کرده میشه حمایت می‌کنیم از کارهای تحقیقاتی در زمینه MRI و اعتقاد داریم که این کار سرمایه‌گذاری صحیح برای آینده انشاءالله ایمیجینگ کشور. خیلی متشکرم از وقتی که دادید. با تشکر فراوان از دکتر قناعتی عزیز و بررسی ادوانس سیکونس های MRI و نقشی که به صورت حساس فیزیسیست جهت تنظیم و ارائه صحیح این تکنیک ها در کلینیک ارائه میده. خدمت های دکتر عقابیان عزیز هستیم با در واقع بررسی نقش فیزیسیست در مراکز تصویربرداری در اپلیکیشن های نورو و کنسر. آقای دکتر تجربه مفصل چند ده ساله تو این حوزه دارن و مشتاق دیدن گوش کردن به در واقع سمینارشون هست. ممنون خواستم شما گیتو. آقای دکتر چقدر فقط وقته؟ بعد از من کسی هست؟ بله آقای شهمایی هستن. خب کلا 20 دقیقه یه ذره به من بگی. نه حالا به من لطف کنی بگی. بسیار خوشحالم باشه انشالله. خب عنوانی که حالا دوستانم صحبت کردن ما در خدمت شما هستیم با توجهی که بحث فیزیسیست هست، من نمیدونم ترکیب دوستانی که اینجا هستن یک کوچولو من اگه بدونم چند نفر فیزیسیست، حالا شامل تکنولوژیست، نمیدونم بچه‌ای که کار تکنیکال میکنن، اونایی هستن دستشون بالا میبینن چند نفره. خب پزشکی برای بسیار عالی. این از این بود سوال کردم. حتما این انگیزه از دو طرفه هست، یعنی دوستانی که فیزیک هستن اطلاعات پزشکیشون رو باید کامل کنن، اونایی که پزشکی هستن اطلاعات فیزیکشون رو کامل کنن. من نگاهی که دارم به نیاز فیزیک توی پزشکی این نیست که حتما ما باید یه فیزیسیست باشیم و حالا چون هستیم پس بیایم یه نقش 100% غیر وابسته ای رو به خود پزشکا یا مستقل از پزشکا داشته باشیم، حالا بریم به همکارای پزشک بگیم تو این کارو بکن تو این کارو نکن. یه نگاهی دارم که فیزیک تو بدنه پزشکی باید بیشتر قرار بگیره. حتما تکنیک‌های تخصصی توسط هر فردی که بیشتر آموزش می‌بینه، بیشتر کار می‌کنه اجرا میشه،
اما رادیولوژیستی موفقه که فیزیکو بداند، پزشکی موفقه که فیزیکو بدونه، تکنیکو بدونه. این واقعیت قضیه است. باید برسیم فیزیسیستی موفقه که پزشکی رو بداند. اگه با این نگاه بخوایم نگاه بکنیم دیگه عنوان نمیگیم فقط حالا نقش فیزیسیست چیه، ما میخوایم ببینیم نقش فیزیک چیه. البته حالا این کارها بیشتر توی حوزه هر فرد جدا انجام میشه. اگه یک تعریف خیلی ساده از نگاه بسیار کارهایی که فیزیسیست میتونه تو نورو ایمیجینگ، چون مبحث من قرار شد بیشتر بره رو بحث نورو ایمیجینگ، یه مقدارم کنسر، نقشی که میتونه تو این دوتا زمینه داشته باشه. یک بحث زنجیره ما تصویربرداری شامل خدمت شما گرفتن دیتا، طراحی تو ام‌آرآی پالس سیکونس ها، بازسازی تصویر، پست پروسسینگ، اصطلاحاً ایمیج پروسسینگ، پست پروسسینگ، و یکم اپتیمایز کردن یا بهینه کردن روش‌های تصویربرداری. این روتینه، این کاری است که میدونیم همه و باید انجام بشه. اما دو تا نقش دیگه‌ای که دارد فیزیسیست و خیلی موثر هست امروزه، یکی در مورد این که ما بیایم روش‌های جدید رو که تا حالا شاید نبوده تو نورو ایمیجینگ اینا رو توسعه بدیم و اونها رو آموزش بدیم، در خدمت همکارای بالینی قرار بدیم. روش‌هایی که کمک به ما میکنه که از مغز یک ارزیابی کاملتری داشته باشیم به صورت نان اینویسیولی اند افیشنتلی. به هر حال دنبال اینیم که هم صدمه به مغز نزنیم این روش‌های ما، به علاوه اینکه مؤثر باشه. قرار نیست یک کاری بکنیم که با تکنیک‌های دیگه قابل انجام بود. مبحث آخری یه دونه بیوفیزیکال مدلینگ هست. چرا ما میتونیم MRI رو به خصوص یا تکنیک‌های جدید رو برای این استفاده بکنیم؟ میدونی که MRI چی رو میبینه؟ تو بافت مواد رو، مولکول‌ها رو به صورت یک روش مولکولار ایمیجینگ بهش نگاه میکنیم. در نتیجه حساس به تغییرات فیزیولوژیکی که توی بافت اتفاق میفته، چه در حالت بیمار چه در حالت نرمال، تو دیزیز و غیر دیزیز. به همین دلیل به ما کمک میکنه که ما یه مدلینگ داشته باشیم، یه شبیه سازی داشته باشیم از رفتار بیماری های تو مغز. اینجا یعنی میتونیم مکانیزم بیماری رو پیدا کنیم، مسیر تغییرات رو پیدا بکنیم. این کمکی است که واقعا امروزه میشه از اینا استفاده کرد. میشه واقعا الان یک عکس تصویر MRI رو شما تولید کنین، کاملا بسازین بدون که از مریض عکس بگیریم، یه یک فانکشنال MRI تولید کنین، یه پرفیوژن MRI بگیرین، یه MRS تولید کنین. چرا میتونیم این کارو بکنیم؟ خیلی ساده است. برای اینکه ما اون مکانیزم ها رو از قبل توسط همون روش‌ها به دست آوردیم. حالا که مکانیزم رو میدونیم، دستگاهی داریم که میایم پارامترها رو جوری ست میکنیم که بتون تغییرات به صورت فیزیولوژیک رو مدل کنه، برای ما بسازه. این دو طرف است. پس ارزشی داریم، یه مبنایی در اختیارمون هست که از این بعد میتونیم چیزهای ناشناخته رو باشه ارزیابی کنیم. ما اینو میشناسیم، مدل میکنیم، تبدیل میکنیم به اصطلاح مدلی که معادل اون شناخته های ماست. ولی این ابزار در اختیار ماست، چیزایی که نمیتونیم تو مغز اعمال بکنیم، نمیتونیم درستی تشخیص بدیم، نمیدونیم این دستگاه آیا اگر استفاده کردیم صدماتش قابل قبوله یا نه. درمان‌هایی که نمیتونیم مکانیزمش رو بدونیم تو مغز چه اتفاقی میفته، رو مدل‌ها پیاده میکنیم. این یک توانی است که امروزه در اختیار ماست، چون فیزیک رو میدونیم، چون بیولوژی رو میدونیم، ترکیب این دوتا و میتونه به ما این کمک رو بکنه. بر این روش‌های جدید چیزی فراتر از این چند تا نیست که دوستان در مورد همش صحبت کردن. دیفیوژن ایمیجینگ، خدمت شما FMRI، پرفیوژن ایمیجینگ، نوروواسکولار ایمیجینگ. حالا روش‌هایی که یه مقدار متابولیک تر هستن، برین اکسیژنیشن، هایپوکسیا، ببینیم وضعیت اکسیژن برین چجوریه، همینجوری که وضعیت بقیه متابولیت‌های بدن رو می‌خوام بزنیم. MR اسپکتروسکوپی در موردش صحبت شده که انواع متابولیت‌های رو به ما اجازه میده. والیومتری و ارزیابی آتروفی مغز، بحث اندازه، سایز، از ضخامت کورتکس چقدره، حجم نمیدونم هایپوکام چقدره و چیزهای دیگه که هر از یک شاید ارزیابی ساختاری ساده اتفاق میفته، ولی میتونیم کلی تغییرات داخل مغزی که تو یک بیماری ناشناخته هست ببینیم، یا تو درمانی که میخوام ببینیم درمان صورت بگیره ارزیابی بکنیم. و همینطور
میکرو یا ماکرو استراکچرال چنج ها، چیزایی که با روش های دیگه دیده نمیشه. یه FCD فوکال دیسپلازیا، کورتیکال دیسپلازیا مثلا به عنوان مثال، هیچ روشی نداریم. به هر حال میخوام از یه روش MRI استفاده کنیم، ببینیم میتونیم تغییراتی که تو کورتکس و لایه‌های تو کورتکس اینا جابجاشون هم ببینیم. روش دیگه اش اینه که برداریم بریم زیر میکروسکوپ، که اصلا عملی نیست که یه لایه از کورتکس رو برداریم این کار بکنیم. ببین این ابزاره داره به ما این اجازه رو میده. اینا همین چیزاست که بارها تو این کنگره ها و جای دیگه دوستان صحبت شده، خارج از این حوزه و این مجموعه نیست. چه کاری آدم یک فیزیسیست میتونه برای اینو انجام بده؟ اونم خارج از این چند تا نیست. توی گرفتن دیتا، توی QC دستگاه ها به دیتا، این دستگاه درست کار بکنه ایمیج صحیحه. همین تو این که خیلی از این تکنیک هایی که دوستان صحبت میکنن و کردن، مثل پرفیوژن، مثل دیفیوژن، مثل MRS، آنالیز دارد، محاسبات دارد. دستگاه نیست که یک کلیک بکنیم یه عکس تصویر برداری به ما بده. کلی کار باید روش انجام بشه که بعد اون نتیجه قابل قبول باشه، ولیدیت باشه. آموزش، فیزیسیست است که تکنولوژیست آموزش میده، اطلاعات رو خوب به رادیولوژیست و به همکار بالینی منتقل میکنه که بتونه درک خوبی از اون فیزیک، از اون دستگاه داشته باشه که بیاد متقاضی بشه، بیاد به کار بگیره و استفاده ببره. حتما فیزیسیست میتونه اگه درست عمل بکنه، به خاطر اون اطلاعات تکنیکالی که منتقل میکنه، تو ریپورتینگ و توی تفسیر یک نتیجه MRI یا نتیجه MRS بتونه کمک بکنه. بخش ریسرچ این که توسعه کارهای ناشناخته، کارهایی که تا حالا انجام نشده، نیازهایی که تا حالا برآورده نشده، این هم توسط فیزیسیست هست. و اون تکنیک های جدید درست بی ریسرچه، اینا باید ولیدیت بشه. نمیتونیم تا یه تکنیکی دیدیم بگیم اینو شما استفاده بکن. چقدر اینها صحیحه، چقدر داره اطلاعات صحیح ما میده، لازم ولیدیشنش چجوری هست. اینا همه میشه نقش هایی که یک نفر به عنوان فیزیک میتونه ارائه بکنه، حالا اسمش فیزیسیست باشه یا کار فیزیک بلد باشه بتونه انجام بده. چرا اینا رو نیاز داریم؟ اصلا سوال ممکنه اینجا باشه همه این مجموعه کارهایی که گفتیم، پرفیوژن و دیفیوژن و MRS و مجموعه اینها، به علاوه که یا فردی بیاد از شروع گرفتن عکس تا آنالیز و ریپورتینگ مسئولیت داشته باشه، چند تا سوال ناشناخته امروز هنوز داریم که دنبال اینا هستیم. هنوز ما الی دیتکشن نداریم. تومور رو زمانی تو مغز میبینیم یا توی برست میبینیم که ممکن پزشک لمس میکنه یا علائم و عوارض بیمار داره نشون میده که اون ضایعه وجود دارد. الی دیتکشن. هنوز ما امکانی که یک بیماری رو پیش آگهی بکنیم یا سیرش رو وجود نداره. در واقع پروگنوز، تریتمنت رسپانس رو نمیتونیم با ایمیجینگ ارزیابی بکنیم. اگر ایمیجینگ داره به ما مولکولار ایمیجینگ میدهد، پس ما باید بگیم که خب ما تغییرات مولکولی رو که در حین درمان داره اتفاق میفته میتونیم بررسی بکنیم، داره اتفاق میفته یا نمیفته. پس این میشه رسپانس به تریتمنت رو بتونیم انجام بدیم. یا اگر اطلاعات دقیقه بر مبنای اون در واقع زنجیره فیزیولوژیکی که بحث شد، زنجیره بیوفیزیکی که بحث شد ما داشته باشیم، به ما اجازه میده که ما بدونیم آیا این روش درمانی رسپانس میده به بیمار بشه یا رسپانس نمیده. حتما ما نیاز به مونیتور کردن درمان داریم. درمان ها بعضیشون اینویسیو و ما میخوایم یه داروی رو اگه بده در یه جای قطع کنیم. یه تکنیک خوب تصویر برداری به ما با این اجازه رو ممکن است بده که ما بتونیم ببینیم که آیا دارو اتفاقی که دنبالش هستیم میفته یا نه. اگه نه دیگه درمان رو ادامه ندیم و به هر حال میخوام ارزیابی داشته باشیم این درمان کامل شد یا باید ادامه بدیم کار دیگه انجام بدیم. تریتمنت، ایوالویشن، اینا چیزای خیلی، اینا رو اگه نگاه بکنید در زمینه تریتمنت، یعنی نقش ایمیجینگ تو دیگه تصویر برداری توی درمان، نه فقط به عنوان یه تشخیص که ما به عنوان تشخیص بهش نگاه بکنیم. ابزارهای ما موجود است. من خیلی موافقی نیستم که خیلی چیزا باید تولید بشه. نه، یه MRI الان فیچرهایی داره که من و شما ممکنه واقعا داریم 30%ش استفاده میکنیم، من نمیگم 50%. خیلی از توانمندی‌های همین MRI موجود هنوز ما استفاده نمیکنیم و خیلی از آدما استفاده نمیکنن. پس ابزار موجوده. ممکنه که MRI به عنوان یه دستگاهی که یک سیگنال ساده میده و این پروتونی که حالا ما به عنوان اون چگالی داریم میدیم، کل این پروتون رو داره به ما به صورت تصویری که تو
کجای این مغز وجود داره و در چه مولکولی وجود داره. یه رابطه ریاضی است بین یه سیگنال به اصطلاح محاسباتی و یک دونه اطلاعاتی که توی مغز هست، توی مغز هست و اینها به صورت ساده، اینقدر ساده، این فیزیکش اینقدر پیچیده نیست، به ما داده میشه. این ابزار منشأ همه چیزاست که ما میخوایم باش کار بکنیم و به اعتقاد من همه این موجود هست که ما بتونیم یک کار به اصطلاح کارلیشن، یک رابطه‌ای بین مغز واقعی و اون چیزی که حالا در تصویر هست و با توسط اون پروتکل مختلف انجام بدیم. یه سری ابزارهای به اصطلاح بهش میگیم کنتراست ایجنت، عوامل داریم که اینجا به کمک ما میان که ما مستقیما اگه داریم کار میکنیم از اون عوامل هم استفاده بکنیم، خواه اینا کنتراست ایجنت های ذاتی تو مغز باشن مثل اکسیژن، یا اینکه یک کنتراست ایجنتی که ما از بیرون استفاده میکنیم. روتین هاش ایناست، قبلا بوده گادولونیوم، حالا نانو ذرات SPIO که اینا کاری که مثل MR آنژیوگرافی برای ما خیلی راحت بوده، دیوان کنتراست ها ما خیلی راحت بوده، تومورها رو ارزیابی بکنیم، لنف رو ارزیابی بکنیم، اینا روتینه. آیا ولی این کافیست؟ این چیزی است که ما در واقع میتونیم یه مپ های مختلف رو از مغز بگیریم، بگیم اینجا فیزیولوژیش داره عمل میکنه، اینجا متابولیک داره عمل میکنه، اینجا اکسیژنش تغییراتش وجود داره، اینجا نوع موادی که تو تومور هست نسبت به تومور دیگه فرق میکنه، پس من به این دوتا رو میتونم دیفرنشیت بذارم. همه اینها باز حالا ما اصطلاحاً میگیم کنتراست ایجنت، یه مجموعه تصاویر مختلف به ما میده که ما در اختیارمون هست. میخوام بگم که قرار نیست باز کار بسیار سختی رو انجام بدیم، داریم چیزهای قابل توسعه که از اونها بتونیم استفاده بکنیم. خیلی وقتا این ابزارها اینقدر ساده هست که ما یک نقشه تک تک فیبرهای مغزی رو میبینیم، هیچی استفاده نکردیم، فقط داریم از خاصیت فیزیکی آب استفاده میکنیم. حالا آیتو اسم میگم برونیان موشن، درسته؟ ترمال موشن. همین به همین سادگی یه تصویر اینجوری به ما میده که من میتونم بگم الان تک تک فیبرها چه وضعیتی دارن، حالا اینتگریتی این فیبرها، نه که این فیبر اینجا هست، این فیبری که اینجا هست چقدر الان درست داره کار میکنه، عملکردش هم درسته، اینتگریتیش با بقیه فیبرها درسته، همش داره توسط گاهی یک پارامتر فیزیکی ساده‌ای که ده‌ها سال پیدا شده و مربوط به امروز نیست، آقای براون چند سال پیش بوده، به هر حال الان داریم از اون استفاده میکنیم. فقط بتونیم بگیم که من و شما علم رو داریم به کار میگیریم در حوزه نیاز ما. خیلی کمک هایی میکنه که من اینجا نمیخوام وارد تک تک ایمیج ها بشم، نمونه حالا کارهای پری سرجیکال پلنینگی که به یک جراح کمک میکنه که وقتی که یک زایره‌ای رو میخواد برداره، به یک رادیوتراپیست کمک میکنه وقتی میخواد یک زایره‌ای تشعشع بده. کاری من میتونم بکنم که اون ناحیه‌ای که حساسه یا یک وظیفه‌ای به عهده‌اش هست، چه کورتکس که داره یک فانکشنی دارد، چه فیبری که داره تأمین میکنه مسیر عصبی رو، اینا رو ما صدمه نزنیم. حالا ما اصطلاحاً بهش میگیم پری سرجیکال پلنینگ. شاید یکی از اون نقش‌های اصلی اون هست، یه بخشش توسط روش‌های مثل تراکتوگرافی، دیفیوژن تراکتوگرافی انجام میشه، یه بخشش هم عموماً شاید به توسط FMRI یا فانکشنال مگنتیک رزونانس ایمیجینگ. اساسش خیلی ساده است. قبل از اینکه بخواد انجام بشه، مربوط به 10 سال قبل، 1957 میشه، حدود 70 سال قبل، یه مپی از مغز داشتن که هر کدوم از این فانکشن ها کجای مغز هست. اگه نگاه بکنه این مپ خیلی غریبه نیست با اون چیزی که ما امروز میدونیم و با فانکشن پیدا کردیم، اما علیرغم پیچیدگی که درش هست خیلی چیزا تو این گم هست. یعنی خیلی چیزایی که ما می‌بینیم مثلا تو الان می‌بینیم که توی فرونتال لوب هست به عنوان کاری که در مورد مثلا حافظه انجام میشه، به عنوان لنگویج انجام میشه، این در اینا نیست. مهمتر از همه کانکشن ها رو به ما نمیده. یعنی این مپ ما یه نقطه هست، در صورتی که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم نتورک داریم، این نتورک داره تو بیماری ها به هم میخوره، نه اینکه یه ناحیه مغز اتفاقی افتاده در اونجا یه تغییر درش ایجاد شده. اصلا اون ناحیه سالمه ولی نتورک خراب هست، کانکتیویتی مشکل داره. اینا چیزاییست که ابزارهای جدید استفاده میشه تکمیل بکنه که ما ممکنه حتی به صورت روی مغز رفتن دونه دونه اینا رو پیدا کردن. حالا اساس کار FMRI هم که دوستانی که آشنا هستن میدونن چیز خیلی پیچیده نیست. یا حالا ما میخوایم سنسوری رو یا موتور رو یا نمیدونم رفتار رو یا بینایی رو، هر چیزی که خواستیم ایموشن های مختلف رو بخوایم به تصویر بکشیم، اون رو به عنوان یه آزمون، یه تسک ما به بیمار میدیم
بعد از اینکه بیمار در همزمان اون که به بیمار میدیم عکس میگیریم از مغز و میزان و تغییرات یا اکسیژن یا گلوکوز رو در اون ناحیه میبینیم. اگه بریم پت ایمیجینگ انجام بدیم گلوکوز رو ارزیابی میکنیم، اگه بگیم ام آر آی انجام بدیم معمولا سعی میکنیم اکسیژن رو اندازه‌گیری کنیم. البته میتونیم حالا پرفیوژن اندازه سی بی اف اندازه‌گیری بکنیم. این نیست که فقط بگیم اکسیژن میخواد اندازه‌گیری بشه. برای دوستانی که میدونن فقط بولد ایمیجینگ نیست. باز هم این یک ابزاری که با اختیار ماست، به کمک درمان میاد یا در حین درمان کمک میکنه که پزشکی که میخواد این مریض رو عمل کنه، علارمی که ممکنه به خاطر لفت هندد بودن احساس بکنه که این در ناحیه در واقع تومور در قسمت بروکای کاملا سمت راست هست، میبینی که در سمت چپ هم هنوز یه بخشی از فعالیت‌های لنگویج وجود داره و حداقل باید اون رو در زمان عمل سیو بکنه. پس این چیزیه که برای این بیمار خاص باید اندازه‌گیری بشه، تصویر گرفته بشه تا پزشک کارشو درست انجام بشه. کنتراست ایجنت ها رو وقتی مطرح می‌کنیم، یک شاخه‌های جدید تحقیقاتی داره. به یک عبارتی به ما این اجازه رو میده هر مولکولی که شما متصور بشین ما بتونیم به تصویر بکشیم. یعنی دیگه دنبال نیستیم هر مولکولی درش پروتون هست یا هیدروژن هست یا ساختارش اینه. همونی که تو ام آر اس میشناسیم، میگیم 20 تا مثلا توی یا 30 تا توی مثلا پروتون ام آر اس هست، یه تعدادی توی نمیدونم فسفر ام آر اس هست. غیر از اون صدها مولکول و پارامتر ما میتونیم بعضی چیزها رو با دیگه کنترل کردن و تحریک کردن اختصاصی مثل روش‌های سست، کمیکال اکسچنج، سچوریشن، ترانسفر، یک گروه زیادی از روش‌های تصویربرداری رو شامل میشه که انواع مولکول‌ها رو ما میتونیم بذاریم. اساسش خیلی پیچیده نیست. ببینید یه گروه سست چجوری عمل میکنه. ما یه آب داریم، یه عامل سست داریم دیگه. عامل سست اگر سیگنالی داشته باشد که من این سیگنال رو با آب بخواد اکسچنج بشه، بعد اون سیگنال از بین میره. کافیه من عامل سست رو تحریک بکنم. مثلا فرض کنید اومدن در چه فرکانسی این عامل سست انجام میشه. مثلا گلوتامیت، من میخوام تصویربرداری گلوتامیت داشته باشم. نگاه میکنیم ببینیم شیفت فرکانسی گلوتامیت نسبت به شیفت اصلی چقدره، همون تحریک میشه. به محض اون تحریک شد سیگنال در اینجا ایجاد میشه، اما این سیگناله با آب موجود اکسچنج میکنه، در واقع نشون میده که این عامل گلوتامیت در اونجا وجود داشته است. و اگر هر مولکول دیگه باشه، چون ما اون تحریک کردیم، اون مولکول رو بخوام تحریک کنم به جای اینجا باید اینجا رو تحریک کنم یا اینجا رو تحریک کنم. این چیه؟ همون بند فرکانسی آر اف است که ما تحریک میکنیم تصویر رو ببینیم. به جایی که در حول و حوش آب تحریک بشه و در حول و حوش مولکول مد نظر تحریک میشه. یعنی این جمله به اصطلاح ساده داره به من میگه که من هر چیزی رو میتونم در اون به تصویر بکشم. کافی که درست تحریک بشه، درست کنترل بشه و یک دستگاهی داشته باشیم که بتونه این کارا رو انجام بده که خیلی دور از نقشش. در انتها ممکنه که یه تصویری که حالا گلوتامیت یا گلوسست رو مثلا نگاه بکنید، البته این کارا از مقالات، ببینین این بعد از انهانسته که اینجا دقیقاً تغییرات گلوتامیت رو در یک تومور مغزی قابل دیدن هست که اگه نگاه بکنیم به یه تصویر به اصطلاح فلر و تیوان و در واقع گادولیوم کنتراست و اینم در واقع سست یا همون گلوسست که میتونه به ما اطلاعات بهتری بده. مپ هایی که برای از ام آر اس گرفته میشه، اطلاعاتی که ما از ساختارهای مغز پیدا میکنیم که باز هیچ نیازی به حتی کنتراست ایجنت نیست. داریم سایزها رو اندازه‌گیری می‌خوام، سایز کورتیکال تیکنس، می‌خوام ضخامت بین لایه گری ماتر و فاصله‌اش با وایت ماتر رو اندازه‌گیری کنیم. کی عوض میشه؟ خیلی وقتا در خیلی از بیماری‌ها، در خیلی از رفتارها، مثل ادیکشن، مثل کسایی که نمیدونم متافتامین و شیشه و فلان استفاده میکنن، مثل کسایی که دپرشن دارن، مثل کسایی که بیماری روحی روانی دارن. دیگه ایمیجینگ داره میره اون شاخه ها رو بپوشونه، خواه این که در اونجا یک تغییری است که اون تغییر لازم متابولیکی و فیزیولوژیکی ببینیم، خواه این که اون تغییر باعث بشه که یه تلنگری به مغز داده بشه، یه سری سلول از بین برن که اصطلاحاً ما بهش میگیم آتروفی. پس اینجا دیگه اون روش ایمیجینگ شامل این هست. الان یه چند تا نمونه است، دوستان نمونه است، بحث من تمومه. نمونه‌ای که به عنوان یک کراس سکشنال اند لانگیتودینال استادی، ببینید
ما دنبال اینیم که ببینیم که چه اتفاقی تو مغز داره میفته. الان چی هست مهم نیست، اینه که الان چی هست، یک ماه دیگه چی هست، به ماه بعد چی هست. گاهی تعیین تکلیف میکنه که این بیماری داره توسعه پیدا میکنه، درمان داره مؤثر یا غیر مؤثر. اینها چیزاییست که اهمیت داره. حالا ما زمانی که این کار رو میخوایم انجام بدیم، یکی از چیزایی که انجام میشه در مورد این مورد خاص که الان تیکنس چنج رو، همون کورتیکال تیکنس چنج رو در زمانی که کاهش پیدا کرده، در یک سن به اصطلاح افزایش پیدا کرده، در یک سن پایین، بچه‌هایی که دارن رشد میکنن، در حال دیولپ هستن، وقتی نگاه میکنیم در سن بالا میبینیم در این نقاط داره اینا کوچیک میشه، نازک میشه، کورتیکال تیکنس، یعنی آتروفی ایجاد میشه، یعنی بخش از کورتکس داره از بین میره. آیا این سالمه یا غیر سالم؟ بعد در هر بیماری چه وضعیتی داره، هر فرد رو با خودش مقایسه بکنیم، یه گروه رو داشته باشیم، بعد فرد رو با اون مقایسه بکنیم. دنیایی از ارزیابی هایی که ما میتونیم تو مغز انجام بدیم، واقعا با یکی از صدها تکنیک ساده که بهش میگیم کورتیکومتری. یعنی چی؟ فقط یه تیوان میخواد، یه تیوان، نه مجموعی از پروتکل های دیگه. همین رو اگر نگاه کنید توی از سن 5 تا سن 20 سال تغییراتی که به طور داینامیک تو مغز اتفاق افتاده که این ضخامت کورتکس چه اتفاقی درش افتاده و اسکیلش سمت راست هست که هرچی رنگ آبی‌تره یعنی کمتره و هرچی قرمزتره یعنی داره تغییرات افزایش میده. نشون میده که بچه‌ها به چه سرعتی دارن رشد میکنن. وقتی میره به سن بالا میرسه دیگه رشد مغز کاهش پیدا میکنه. حالا باز هم این میتونه در بیماری ها متفاوت باشه یا در این مورد که اصلا از تنسور بیس مورفومتری اصلا دیگه واکسل بیس مورفومتری یا والیومتری که در واقع از تنسورها استفاده میکنه، باز تغییرات دیگه بیشتر تو نایه وایت ماتر میده. تو مثلا کسایی که از دارو استفاده میکنن، این در واقع یوزرهای شیشه هستن، حالا متامفتامین، که ببینید کجای مغز چجوری چند درصد، حدود بیش از 5% ایجاد آتروفی ایجاد شده است، در واقع نکروز اتفاق افتاده به خاطر استفاده از اون. و گاهی ممکنه که تو بعضی بیماری‌ها اینو به طور تغییرات داینامیک ببینه. اینجا داره داینامیک رو مغز رو نشون میده از ابتدا 6 ماه 12 ماه 18 ماه، ببینید که چجوری بر کجای مغز داره. در بیماری که آلزایمر هست کاهش نورون داریم، نورولاس داریم و همون آتروفی داریم. اینا باز همش میتونم بگم که این چند تا اسلاید آخر واقعا از یک تیوان بیشتر نیست، به هیچ چیزی دیگه نیستش. ببینین برای اینکه این وضع موجود ما و سرویس ها رو ما تو کلینیک استفاده بکنیم، یه نگاه باید داشته باشیم و اونم یه نگاه اصلی تو این دوتا جمله هست. این که ما حرکت کنیم به سمت دیزیز اسپسیفیک ایمیجینگ. از چی؟ از تیشو اسپسیفیک ایمیجینگ. یعنی چی؟ یعنی همکار رادیولوژیست ما امروزی یه برگه دستش میرسه، براش نوشتن برین ایمیجینگ، همین کارشناس هم برین ایمیجینگ انجام میده. اما برین ایمیجینگی که مخصوص سیژره تا مخصوص توموره تا مخصوص MS چند تا پروتکل کاملا متفاوت دارد. ما باید از این به بعد اینها رو داشته باشیم، بگیم سیژر ایمیجینگ، بگیم تومور ایمیجینگ، کاری به چیزی مثل برین ایمیجینگ نداریم. حالا اینو در همه چیزا توسعه بدیم و از این بعد از این بهتر ما دیگه کاری به تومور ایمیجینگ نداریم. ما تومور ایمیجینگ کیس 1 و کیس 2 و کیس 3 فرق میکنه، یعنی هر فرد اختصاص خودش، پیشنت اسپسیفیک ایمیجینگ. بگین ابزارش نیست، میگیم هست. کی میتونیم؟ برای اینکه ما میتونیم در مورد هر کدوم از اونا یک فرضیه داشته باشیم، ابزار رو داریم، فرضیه فیزیولوژیکش رو داریم و بگیم این چی رو لازم دارد، کدومی که از پروتکل‌ها برای این فرد خاص باید انجام بشه تا ما بتونیم تشخیص بهتر برای اون فرد بدیم. بسیاری از این روش‌ها امروز تعریف شده، همین الان داره تو کلینیک‌ها بعضیش استفاده میشه، گروه ما خوشبختانه داره انجام میده. ما تومور مپینگ داریم امروزه، سیژر مپینگ داریم، MS مپینگ داریم، استروک مپینگ داریم، نوروسایک ایمیجینگ داریم، یعنی برای اینکه احساسات رو، رفتارها رو، مود و دپرشن و ایموشن، هیجانات رو تصویر برداری بکنیم. ما کاگنیتیو ایمیجینگ امروز داریم، میتونیم ارزیابی مموری بکنیم، حافظه بکنیم، دیسیژن میکینگ، تصمیم گیری فرد رو ببینیم چقدر مختل هست.
اتنشن فرد چقدر مختل هست. ما بیهیویورال ایمیجینگ میتونیم ستاپ کنیم داشته باشیم، یعنی که اصلا ببینیم خلقیات فرد، آدمی که خوشخلقه و بدخلقه، آدمی که دروغ میگه، آدمی که فریب میده، آدمی که اعتقاداتش کم. اگه بگیم اینا قابل اجرا نیست، یه مکانیزم تغییرات تو مغزه، بعضیشو میدونیم، بعضیش با هم ایمیجینگ می‌بینیم، ولی ابزار ایمیجینگش موجود هست. به هر حال من بحثم خیلی کلیات بود و هر کدوم از اینا مباحثی میخواد، فقط جهتی که بیان مسئله هست. ما بگیم چقدر ما میتوانیم و چقدر نیاز داریم به سمتی که ابزارهاش هست، دنبالی نباشیم بگیم هیچی نداریم، ما نمیتونیم کار تحقیقاتی بکنیم، نمیتونیم تو سرویس به بیمار بدیم. من اعتقاد دارم که بگم 90% اینا، اگر دارم چیز نکنم هست، 10% هم کاری است که باید توسعه پیدا کنه. به هر حال ما در یک گروه کوچیکی که داریم که همین همت بزرگواران اینجا توسعه پیدا کرده تحت عنوان نورو ایمیجینگ اند آنالیسیس گروپ، و حالا یه شاخه‌ای که کار کلینیکال انجام میگیم، بهش میگیم کلینیکال نیاگ. خیلی از این پروتکل‌ها رو داریم انجام میدیم. نمیگم که ما به تای کار نه، خیلی هر چی جلو میریم میبینیم سوالاتمون بیشتره، کارامون بیشتره، نیازامون بیشتره، ولی راهی است که همه دوستان به محضی که تا بحث مغز رو میشنن، تا بحث ایمیجینگ رو میشنن، نورو ایمیجینگ رو میشنن، کنسر ایمیجینگ رو میشنن. من دیگه فرصتی نبود خیلی مباحث سمت کنسر ایمیجینگ برم، ولی واقعا جایگاه خیلی کار داره که همت همه همکارای ساینتیست رو میطلبه. ببخشید. تشکر فراوان از آقای دکتر عقابیان عزیز و بسیار استفاده کردیم. در خدمت آقای مهندس شهمایی عزیز هستیم. ایشون MR اپلیکیشن اسپشیالیست هستند و تجربه 10-15 ساله دارن در تصویربرداری MRI در مراکزی که کارهای پیشرفته انجام میدن و میخوایم که تجربهشون رو با ما در میان بگذارن. سلام مجدد خدمت حضار گرامی، امیدوارم که خسته نشده باشید. با کسب اجازه از اساتید بحث خودم رو شروع میکنم. بیشتر ترجیح میدم که در مورد خدمت شما بگم یه سری اصول پایه‌ای و اون نیازهایی که کلینیک‌های تصویربرداری MRI به یک فیزیست MRI یا یک تکنولوژیستی که روی فیزیک و مباحث مربوط به فیزیک مسلط باشه اونها رو مد نظر قرار بدم صحبت بکنم. بین حالا اعضای تیم تصویربرداری تو مراکز، حالا میتونه مرکز خصوصی باشه یا مراکز دولتی، فرقی نمیکنه، باید یه ارتباط مستمری باشه، چون این ارتباط مستمر باعث میشه که اون کیفیت نهایی تصاویر و اون تشخیص نهایی یه تشخیص نهایی دقیق‌تری بشه و کیفیت تصاویر خروجی هم کیفیت بهتری بشه. ما دو تا رابطه رو در نظر میگیریم اینجا، یه رابطه بین اون فیزیسیست و پزشک و یک رابطه با تکنولوژیست، یعنی بین فیزیسیست و تکنولوژیست. بین پزشک و اون فیزیسیست ما باید یه ارتباط مستمری باشه از نظر رد و بدل کردن اون اطلاعات علمی که بتونن همدیگر رو ساپورت بکنن. فیزیسیست در زمینه حالا تکنیک‌های تصویربرداری جدید، پیتفال هایی که ممکنه این تکنیک ها داشته باشه، اپتیمایزیشنشون، رفع آرتیفکت ها، همه اینها باید با پزشک در ارتباط باشه و بتونن همدیگر رو کمک بکنن تا کیفیت نهایی تصویر خروجیشون افزایش بده بکنه. همونطور که میدونیم رادیولوژیست یا اون پزشک ما مسئول کیفیت ریپورت هست، یعنی ریپورت درست باید بیرون بده و اون فیزیسیستی هم که داره در کنار رادیولوژیست کار میکنه باید کمک بکنه که اون ریپورت صحیح باشه. از چه نظر اینکه اون پروتکل هایی که برای اون مرکز داره انجام میشه، تکنیک های مختلف، تکنیک های پایه تا تکنیک های ادوانسی که وجود داره، همه اینها به درستی صورت بگیره، پارامترهای صحیح داشته باشه، پروسیجر به صورت صحیح انجام بشه. اگر این هم افزایی وجود داشته باشه در نهایت ختم میشه به یک کیفیت درست و تشخیص دقیق.
همونطور که گفتم فیزیسیست ما مسئول اینه که اون تصویر با کیفیتی باشه و قابل ریپورت باشه و اطلاعات تشخیصی دقیق داشته باشه. حالا در کنار این مسئول حالا پارامترهای سیفتی و سایر پارامترهایی که مربوط به دستگاه میشه اونها رو هم باید در نظر بگیریم، ولی حالا مین صحبت هم در مورد اون پارامترهای تصویری و کیفیت تصویر خواهد بود. ببینید این که میگیم فیزیسیست باید حتما حضور داشته باشه، حالا تو خیلی از مراکز اصلا وجود نداره فیزیسیست. در واقع میشه گفت فیزیسیستی نداریم تو مراکز خصوصی. اگر باشه یک تکنولوژیستیه که حالا نقش فیزیسیست رو داره و کمک میکنه به رادیولوژیست. و خیلی جا هم حالا ممکنه که اشتباه پیش بیاد و این تکنولوژیست هم دانشش در زمینه ادوانس ام آر آی انقدر نباشه که بتونه به پزشک کمک بکنه، چون یک سری تکنیک‌ها و یک سری روش‌های تصویربرداری ام آر آی انقدر ادوانس هستن، انقدر پیشرفته هستن که ممکنه رادیولوژیستی که شاید 20 سال پیش ام آر آی رو خونده حالا توی دانشگاه یا دوره‌های خاص با این علوم جدید آشنایی کامل نداشته باشه و اینجا نیازه که فیزیسیست وجود داشته باشه که با اون خدمت شما بگم آپدیت نگه داشتن خودش در زمینه علوم مختلف ام آر آی که امروزه هر روز هم داره پیشرفت میکنه. یعنی میتونم بگم ام آر آی یکی از پیشرفته ترین تکنولوژی های تصویربرداری در حال حاضر. انواع تکنیک‌ها، انواع پروسیجرهای ادوانس برای ام آر آی داره طراحی میشه در حال حاضر. نیازه که این فیزیست ما کمک بکنه رادیولوژیست تو اون جاهایی که گیر میکنه و دچار مشکل میشه ازش استفاده بکنه. به طور مثال من یه تصویری آوردم اینجا مربوط میشه به یه ام آر اسپکتروسکوپی که توی یکی از مراکز انجام شده، حالا اسمش رو نمیخوایم بگیم. نگاه بکنید این ام آر اسپکتروسکوپی تو یه زایه بوده تو نزدیک فورامن مگنوم و اومدن یه اسپکتروسکوپی انجام دادن با یک واکسرسایز بسیار کوچیک، شاید بگم حدوداً 1 سانتی متر هستش. همینطور که میبینید اینجا ما یه بک‌گراندی داریم کاملا نویزیه و یک کرو فیتینگی داریم. همونطور که تو سشن قبلی های دکتر صحبت کردن، این کرو فیتینگ ها بعضی‌ها میتونه باعث بشه که کلا تشخیص اشتباه بشه. نگاه بکنید این خطوط قرمزی که میبینید کرو فیتینگه و هیچ گونه اسپکتروم اینجا حاصل نشده، تماما نویزه. این چیزی که در بک‌گراند می‌بینید به صورت سفید رنگ این اسپکترومی بوده که به ما داده که در واقع هیچ گونه متابولیتی اینجا نمایش داده نشده و همین تصویر حالا کرو فیتینگ که براش استفاده شده کرو فیتینگ که مربوط به فسفر 31 هست، یعنی اسپکتروسکوپی مولتی نوکلئار بوده، در صورتی که دستگاهی که باش انجام شده دستگاه 1.5 تسلا بوده که پروتون اسپکتروسکوپی هیدروژن باید باش انجام می‌شده. ولی اشتباهاً اون کارشناس یا تکنولوژیست که اونجا بوده اومده کرو فیتینگ انتخاب کرده برای فسفر. توی لایبرری دستگاه‌ها موجوده، شما میتونید انتخاب بکنید بندازید روی اسپکترومتون و چون که هیچ اسپکترومی به دست نیاورده یک کرو فیتینگی به صورت حالا رندوم انتخاب کرده و یک کروی بهش داده. این متوجه میشیم اینجا این کاملا اشتباهه و متاسفانه رادیولوژیست هم اشتباه ریپورت کرده. این رو به عنوان کلین در نظر گرفته، این رو به عنوان NAA و این رو به عنوان لاکتات، در صورتی که اینها یه کرو فیتینگیه که فقط میاد روی اون اسپکتروم طبیعی شما سوار میشه. و اینجا می‌بینید گاما ATP داریم. گاما ATP مربوط به فسفر 31 که اصلا مربوط به پروتون هیدروژن نیستش و در نهایت این باعث شده که تشخیص اشتباه صورت بگیره و وقتی اومد یه اسپکتروسکوپی با کیفیت براش انجام شد می‌بینید که اسپکتروم درست به این صورته. نگاه بکنید اسپکترومی هست که کلین، کراتین و NAAش کاملا درست و سر جای خودش در رزونانس طبیعی خودش نمایش داده شده و همچنین لاکتات. حالا اگر خواستید ببینید این هم مربوط میشه به اسپکتروم طبیعی از فسفر 31 که در دستگاه های تسلا انجام میشه، نه در دستگاه لو تسلا. یا در مورد انتخاب غلط پارامترهای تصویری بعضی از مراکز حالا پروتکل ها اپتیمایز نیستش. اینجا لزوم وجود یه فیزیسیست یا کسی که کارشناس یا تکنولوژیستی که دانش ام آر آی کافی داره واقعا حس میشه. نگاه بکنید دو تا تصویر تقریبا با یک شرایط اسکن انجام شده، فقط در این تصویر سمت راست که T2 ویتد است از مغز یک پارامتری هست تحت عنوان فست ریکاوری یا درایو، این خاموش شده و می‌بینید سیگنال کلی مغز این تصویر ما چقدر کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه یک پارامتر کوچیک که هیچ تأثیری هم رو زمان نداشته روی اون پروتکل فعال نبوده. وقتی اومدیم با پروتکل صحیح انجام دادیم می‌بینید که تصویر ما خیلی با کیفیت با SNR بالا و نمایش
عالی حالا جاهایی که تیتوی بلند دارن هستش. این فقط با یک پارامتر ساده میتونست پروتکل بهینه بشه. پس باید این فیزیسیستما در کنار ارتباط با اون رادیولوژیست حتما با کارشناسان هم در ارتباط باشه تا بتونه پروتکل هایی که وجود داره رو دستگاه اونا رو اپتیمایز بکنه از نظر حالا کمیت های فیزیکی تی آر تی بی ولیو اینورژن تایم یا سایر پارامترهایی که وجود داره. و اون فیزیسیستما مسئول کوالیتی تصاویر هم هست، یعنی باید مدیریت بکنه کوالیتی تصاویر رو در شرایط ویژه. ممکنه یک بیمار وجود داشته باشه نتونه همکاری بکنه در دستگاه ام‌آرآی، ممکنه لرزش داشته باشه، ممکنه موشن داشته باشه. باید پروتکل هایی تنظیم شده باشه برای این بیماران، چون ما نمیتونیم بگیم که برای این بیمار ام‌آرآی نمیتونیم انجام بدیم. برای همه بیماران راهی وجود داره برای اینکه ام‌آرآیشون انجام بشه و اینها رو باید اون فیزیسیستما تنظیم بکنه روی دستگاه، پروتکل ها رو اپتیمایز بکنه، از اپلیکیشن های جدیدی که رو دستگاه ام‌آرآی هست استفاده بکنه تا بتونه کیفیت تصویر بالایی رو تولید بکنه. یا مثلا نگاه بکنید کیسی بوده که انجام شده، یه میلوگرامی هست تو دستگاه انجام شده، ساژیتال و کورونال. خیلی از جراحای مغز اعصاب علاقه دارن به این تصویر، ابتدا به این نگاه میکنن ببینن CSF جای بلاک شده یا نه. وقتی نگاه میکنن میبینن که مثلا تو این لول‌ها بلاک داریم، ولی در واقع این بلاک شدن نبوده، به دلیل انتخاب غیر صحیح پارامترها بوده. چرا؟ چون این بیمار ایمپلنت فلزی در ناحیه حالا لومبارش داشته که باعث تغییرات ساسپتیبیلیتی شده، آرتیفکت متال ایجاد کرده. این آرتیفکت متال شبیه سازی کرده بلاک CSF رو تو ناحیه لومباری، حالا تنگی کانال یا حالا اثر فشاری دیسک. و این بیمار دوباره برگشت داده شد چون کلینیسیانش فکر میکرد که واقعا مشکلی وجود داره ولی علائم بیمار نمیخون. وقتی تصویر برداری با پارامترهای صحیح صورت گرفت دیدیم که نه اوکی هستش، هیچ مشکل خاصی تو این نواحی که تو این تصویر سمت چپ بوده وجود نداشته. یا در زمینه استفاده از تکنولوژی‌های جدید که تو دستگاه ام‌آرآی وجود داره، یه سری سکانس‌ها و اپلیکیشن‌های جدید مثل دیکسون در حال حاضر داره استفاده میشه که برای حالا فت ساپریشن بیشتر استفاده میشه یا برای فت کوانتیفیکیشن به جای تکنیک‌های فت ساپریشن معمول، چون کیفیت بالاتری داره، غیر یک نواختی هایی که در میدان وجود داره اثر کمتری روشون داره، تکنیک‌های محبوبی شدن. ولی اگر درست انتخاب نشه، با پیتفال هاش آشنا نباشن هم کلینیسیان ها و هم رادیولوژیست، ممکنه تشخیص اشتباه بزنن. مثل این دو تا تصویر فت سطحی هست که حاصل از همین دیکسون هست و این تصویر فت آنلی، واتر آنلی و فت آنلی. همونطور که می‌بینید در این ناحیه یک ناحیه هایپر سیگنالی وجود داره که ممکنه یک ضایعه تومورال رو اینجا برای ما شبیه سازی بکنه، ولی در واقع این هیچ گونه مشکلی در بیمار وجود نداره، فقط به دلیل اینکه اونجا دندان پرکرده داشته و همون دندان پرکرده یه مقدار تغییرات ساسپتیبیلیتی ایجاد کرده، باعث شده که اون دیکسون ما هم که حساسیت کمتری به ساسپتیبیلیتی داره باز هم اینجا ایجاد آرتیفکت بکنه که بهش میگیم فت واتر سواپ، که باعث شده سیگنال آب به جای چربی شناسایی بشه. ولی وقتی با یک تکنیک صحیح مثل استیر انجام دادیم دیدیم که نه، اینجا هیچ مشکلی وجود نداشته، کاملا نرمال بوده. دوباره همین مشکل رو توی مراکز ما می‌بینیم، تصاویری که بیرون میاد می‌بینیم فت واتر سواپ رو به شدت داریم می‌بینیم، به خصوص جاهایی که غیر یک نواختی خیلی زیاده. مثل این تصویر که واتر آنلیه، نصف تصویر واتر آنلیه، نصفش فت آنلی، و این تشخیص رو دچار اشتباه میکنه، چون که الان این تصویر شبیه هر چیزی هست به جای یک تصویر فت ساپریشن. با استفاده از شیمینگ مناسب، با استفاده از منوال شیمینگ که فیزیسیست میتونه به تکنولوژیست‌ها آموزش بده و روش رو یادشون بده، میتونه این آرتیفکت‌ها، این پیتفال‌ها کاهش پیدا بکنه. یا در زمینه انتخاب زمانهای اینورژن برای تصاویر فلیر، این مشکلات باز هم وجود داره. خیلی از همکاران و حتی رادیولوژیست‌ها ممکنه فکر بکنن که مثلا پارامتر اینورژن تایم برای تصاویر فلیر یه عدد ثابتی همون رو قرار بدیم اوکی، ولی در واقع اینطور نیست. مثل این تصویر که حالا انجام شده می‌بینیم فلیر، توی تصویر فلیر، ساژیتال فلیر می‌بینیم که CSF به صورت یه حالت آرتیفکت کمیکال شیفت داره. این به دلیل اینکه زمان اینورژن تایمش درست انتخاب نشده. در سمت چپ یه زمان اینورژن درست رو دارید می‌بینید.
چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه زمان تی آر رو وقتی دستکاری میکنن همکاران روی دستگاه ها، باعث میشه که زمان اینورژن هم تغییر بکنه. یه رابطه مستقیم بین تی آر و تی آی هم وجود داره. علاوه بر اینکه یه فرمولی داریم برای محاسبه تی آی که حالا 63 صدم مثلا تیوان بافت هستش، باید توجه بکنیم به تی آر. برای یک تی آر ثابت اون فرمول درسته، ولی اگر تی آرتون رو از رنجش خارج بکنید باعث میشه که زمان اینورژن هم تغییر بکنه. روی دستگاه ها وجود داره یک سری آپشن هایی که این رو برطرف میکنه، باید آشنا باشند با این روش ها، مثل روش های فری ساپرس تیشو یا اتوماتیک تی آی که اینها بر اساس تی آر محاسبه میکنن. یا در زمینه انجام پارسکونس های جدید مثل استابلیو آی، حالا خیلی جدید نیست ولی خیلی از پزشکان اطلاعات کافی در مورد اپلیکیشن ها و اون حالا اطلاعاتی که استابلیو آی بهشون میده ندارن. به طور مثال این تصویربرداری روتینی که صورت میگیره، آکسیال فلیر و آکسیال تیوان در یک فردی بوده که سابقه تروما داشته، بچه 4 ساله‌ای بوده، سابقه تروما داشته و تصویربرداری‌های کانونشنال هیچ چیزی نشون نمیده. ولی وقتی ما میایم استابلیوایش رو انجام میدیم میبینیم که پر از میکرو بلیدینگ هستش که یک کیس تی بی آی هستش، تروماتیک برین اینجری، که این رو ما خیلی معضل داشتیم. خود من بارها شده که دیدم بعضی از رادیولوژیست‌ها نمیتونن تشخیص بدن و میگن که اینها چیه، اصلا به درد ما نمیخوره. اگر اون فیزیسیست در مرکز وجود داشته باشه بتونه این کاربردهای استابلیو آی و سایر روش‌های ادوانس رو برای اون رادیولوژیست یا کلینیسیان توضیح بده، میتونه به اون تشخیص نهایی کمک بکنه. تو این کیس تو حالت نرمال ما میگفتیم همه چی نرماله، ولی وقتی میایم استابلیو انجام میدیم شما میکرو بلیدینگ ها رو میبینید و اگه بیایم دی تی آی هم برای این انجام بدیم قطعاً یه آکسونال اینجری هم خواهد داشت. یا دوباره این کیس می‌بینید در تصویر تی توش هیچ گونه آسیبی یا تغییر شدت سیگنالی دیده نمیشه. در استابلیو آی می‌بینیم که ضایعات متعدد خونریزی دهنده در نقاط مختلف پارانشیم مغز وجود داره که این کیس هم تی بی آی هست. یا در مورد تفسیر تصاویر فیزی که ناشی از تصویربرداری استابلیو آی هست، باز هم مشکل وجود داره. اینجا مشکل شدیدتره به دلیل اینکه توی دستگاه‌های مختلف نمایش تصویر فیز با هم متفاوته، شدت سیگنال ها با هم متفاوته. این برمیگرده به لفت هندد یا رایت هندد بودن اون دستگاه‌های ام آر آی که بعضی دستگاه‌ها رایت هنددن، بعضی دستگاه‌ها لفت هندد. حالا نسبت سیگنالی که به حالا پیکسل ها میدن فرق میکنه با هم دیگه. جی و فیلیپس ما میگیم رایت هندد و به زیمنس میگیم لفت هندد که بر اساس این تفسیر این دوتا تفسیر این تصاویر فاز فرق میکنه. به طور مثال این یک تصویر فیس هست در دستگاه رایت هندد و این یک تصویر فاز هست در دستگاه لفت هندد که اینجا ما اگر بخوایم بین خونریزی و کلسیفیکاسیون افتراق قائل بشیم حتما باید بدونیم که اون دستگاهی که انجام شده رایت هندد هست یا لفت هندد. همونطور که شاید خودتون هم بدونید در حال حاضر استابلیو آی یا سسپتیبیلیتی ویتد ایمیجینگ تنها ابزاری هستش که ما باهاش میتونیم کلسیفیکاسیون یا سیگنال کلسیوم رو در ام آر آی دیتکت بکنیم. در ام آر آی کلسیوم رو نمیتونیم با سکانس های کانونشنال نمایش بدیم. تصاویر فیز استابلیو آی به ما کمک میکنه، حتی قوی تر از سی تی اسکن. دوباره اینجا دو تا تصویر کنار هم گذاشتم. رایت هندد می‌بینید در رایت هندد اگر کلسیفیکاسیونی وجود داشته باشه به صورت روشن دیده میشه و خونریزی به صورت تیره، و در لفت هندد عکس این اتفاق میفته. در مورد آموزش کارکنان بخش تصویربرداری، حالا چه کارشناس باشه، حتی رادیولوژیست و حتی اون کمک هایی که در بخش تصویربرداری کار میکنن، خیلی مهم هست. در زمینه کارشناس و رادیولوژیست حتما باید با تکنولوژی های روز ام آر آی آشنا باشن، تکنولوژی هایی که هر روزه داره پیشرفت‌تر میشه، مثل تکنولوژی های دیپ لرنینگ، ماشین لرنینگ، کامپرس سنس، مالتی بند ایمیجینگ یا حالا هایپر سنس، کمیکال اکسچنج سچوریشن ترانسفر و ای پی تی ایمیجینگ که آقای دکتر صحبت کردن در موردش. اینا تکنولوژی‌های جدیدیه که لازمه اون کسانی که در تولید تصاویر و ریپورت تصاویر نقش دارن کاملا با اینها آشنا باشن. تکنیک‌های دیگه مثل ای پی تی ایمیجینگ، الکتریکال پراپرتیز ایمیجینگ که اینها جزو تکنیک‌های بسیار جدیده و خیلی میتونه کمک بکنه در کلینیک به تشخیص و حالا فالوآپ بیماری‌ها. تکنولوژی جدید مثل دیپ لرنینگ که میتونه کمک بکنه کیفیت تصاویر افزایش پیدا کنه، با استفاده از هوش مصنوعی دنویزینگ صورت بگیره
مثل این تصاویر. الان دستگاهی که وارد کشور شده همشون امکان استفاده از دیپ لرنینگ رو دارند خوشبختانه و میتونن استفاده بکنن، هم زمان اسکن رو کاهش میدن، همین که میتونن کمک کنن کیفیت تشخیص افزایش بده بکنه. این تصویر سمت چپ بدون دیپ لرنینگ، تصویر سمت راست با دیپ لرنینگ با رزولوشن فوق العاده بالا بدون اینکه زمان اسکن تحت تاثیر قرار بگیره. یا تکنیک‌های ادوانس‌تر استابیلی‌های مثل کوانتیتیو ساسپتیبیلیتی مپینگ که میتونه کمک بکنه توی بیماران آلزایمر، بیماران پارکینسون برای اندازه‌گیری رسوب آهن، حتی در بیماران دمانس میتونه به ما کمک بکنه. اینکه پروتکلش چجوری تنظیم بشه، پارامترها به چه صورت باشه، میتونه فیزیسیست اینجا به ما کمک بکنه تا این پروتکل ها ست بشه روی دستگاه ها و قابلیت انجام هم داره. پروسسینگش هم پروسسینگ پیچیده‌ای نیست و تفسیرش هم تفسیر پیچیده‌ای نیست اگر آموزش درست داده بشه. در مورد مولکولار ایمیجینگ صحبت شد، کمیکال اکسچنج سچوریشن ترانسفر، که میشه گفت یه دنیای جدیدیه برای ام چون از مواد کنتراست ذاتی استفاده میکنه. ما در گذشته از مواد کنتراست خارجی استفاده میکردیم مثل گدلینیوم، ولی الان داریم میریم سراغ مواد کنتراست داخلی، یعنی یک آمینو اسید یا یک گروه‌های آمینی رو در نظر میگیریم به عنوان کنتراست ذاتی و از اونها تصویربرداری میکنیم. در تصویربرداری نورو هم الان APT ایمیجینگ جزو روش‌های خیلی محبوب شده و در دستگاه 3 تسلا قابلیت انجام داره با کیفیت بالا. در حال حاضر دستگاه فیلیپس روی دستگاهشون ارائه میدن، میتونن استفاده بکنن و با استفاده از اینا میتونیم بین حالا برای تومورهای مختلف گریدینگ انجام بدیم یا ادم رو از خود تومور افتراق بدیم، قسمت‌های نان اینهانسینگ رو در تومورهای های گرید از حالا آسیب‌های پس از درمان با رادیوتراپی افتراق قائل بشیم. حتی میتونیم ما با تصویربرداری جدید pH یا اون اسیدیته تومورها رو هم اندازه‌گیری بکنیم که چقدر اسیدیته دارن. هر چقدر اسیدیته بالاتر بره میتونه نماینگر این باشه که تومور ما بدخیم‌تره. اینها با همین روش‌های جدید که تحت عنوان سیست ایمیجینگ شناخته میشن که حالا برگرفته از یک تکنیک خیلی قدیمی‌تر مثل MTR هستش که میتونیم حتی مانیتورینگ بکنیم درمان بیمار رو در فازهای مختلف. این قبل از جراحی بوده، یک تومور های گرید بوده که APT خیلی بالایی داشته، همینطور که می‌بینید در تصویربرداری سیست، و اینجا در 2 ماه بعد از درمان می‌بینیم که این ضایعه به نظر کوچیک شده، ولی وقتی 10 ماه بعد اومدیم همین APT رو تکرار کردیم که این ریمننت اینجا وجود داره و کاملا تومور از بین نرفته. این تغییرات مولکولار خیلی سریعتر از تغییرات خدمت شما بگم مورفولوژیکال خودشون نشون میده و میتونه به کلینیسیان کمک بکنه که در مراحل اولیه بتونه عود تومور یا حالا پاسخ به درمان تومور رو بررسی بکنه. من صحبتم رو همینجا تموم میکنم. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.